بسیاری از برادران آمدن ما را دستگیری میکنند. شما هم بیایید. همگی 38 روز دیگر مانده است. این دعوت اخیراً در شبکه‌های اجتماعی پهن شد. در درآمدگاه مسجد از نمازگزاران خواسته می شود که به جانبداری از سبکتر نمودن جزای سیرزنی امضا گذارند. فعلا طبق قانونگذاری مردانی که 2 یا بیشتر همسر دارند تا $1200 جریمه می شوند. پیشنهاد ما این است که حجم جریمه 10,000 سوم و تا 7 روز حبس پیش بینی شود. یعنی ما می خواهیم که این مقررات از کودکس جنایتی به شهروندی وضع کرده شده همچون حقوق ویرانکنی مأموری ارزیابی گردد. در این دعوت‌ها خادم معروف دینی آزوبک جوتانوف شرکت دارد. مرد دیگر در صحبت با خبرنگاران آشکارا اعتراف کرده است که 2 زن دارد. این نوار واکنش‌های مردم را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. بسیاری از کاربران به خشم آمده این را مخالف قانون نامیدند. شرکتداران اقدام را به شعبه پلیس بردند. در دایره تفتیشات همه شرکتداران چهاربینی از جمله فعال دینی آزوبک جوتانوف به صحبت دعوت کرده شد. کارمندان پلیس با آنها فهماندند که طبق قانون‌های قرقیزستان برای بسیار زنی جزا پیش بینی شده است. در همین حال خودی تشبسکاران پایفشاری دارند که کارشان در دایره قانون است. آنها میگویند در صورت جمع‌آوری 10,000 امضای طرفداران طرح قانون را به پارلمان پیشنهاد خواهند کرد. محلکه تقریبا 3-4 هزار امضا جمع کردیم و تقریبا 1 ماه وقت داریم. بنابراین به جمع‌آوری امضا ادامه می‌دهیم. در مورد دعوت فعالان ما به شعبه ملیسا خودتان خوب می‌دانید که نشریه ها و وبسایت های هستند که مردم را مخصوص به شور می‌آورند. در شعبه ملیسا تمام سندها را دیدند، همه در دایره قانون. فقط درخواست کردند که کارمان را به سر و صدای زیادتی پیش بریم. شماری از ساکنان بیشکک برعکس می‌خواهند جزا برای بسیار زنی سخت‌تر شود. یکی از آنها حبیبی 26 ساله است که با سابق والی ولایت چوی میربک میعرف بحث سودی دارد. با گفته این زن او از نکاح مسلمانی با میعرف طفل معلول دارد. مقامدار سابق رسما صاحب همسر است. او فرزندی را که حبیبه به دنیا آورده است قبول کرده است، اما اتهام بسیار زنی در نسبتش را قبول ندارد. Там, где штраф фигурируется от 50 до 100 тысяч сомов. برای سوختن حیات کسی تنها از 50,000 تا 100,000 سوم، این همه سبوکی برای مردان است که قابل قبول نیست. من میخوام که مقامات حفظ حقوق برای بهای حقوقی دهند. من هم حیرانم که چرا این قانون پیش راه آنها را نگرفته است. آنها الکی از دایره قانون بیرون برآمده و با 2 عائله زندگی میکنند. به نظر حبیبی اولانووا از این بیشتر سبکتر کردن جزا وضع زنان و کودکان را باز هم بدتر خواهد کرد. حقوق شناسان و حامیان حقوق نیز شدیداً مخالف این پیشنهاد هستند. اما اگر تشبوسی سبکتر کردن جزا تا پارلمان رسیده و وکیلان قانونی دخلدار را قبول کنند، چون این تفسیرها بیفایده خواهند بود.